افتتاح رستوران لکشری میلیونی در دل کابل جان. ببینین در این ویژه برنامه فرق عمده رستوران نمک با رستوران های دیگر لکشری در چی است. ببینید در این برنامه. همه را آشفته به این میسازه که هر شب بیه. دی کڑائی داریم پاکستانی داو از بز استفاده میکنیم. Speaking Pashto. Pashto. Where are you from? I'm from Pakistan. از چی رستوران نمک خوشتون آمد؟ یکی خوشی مامی سنگای از بیف کباب. به خنده کنه؟ اولین برنج است که با طلای سرخ آماده میشه. چیزی هست در رستوران که شاید در شهر نو و در شهر کابل در کل افغانستان نباشه. من آنبای هستم. سلام علیکم و مشتریان. امشب چقدر میمونه از افتتاحیه؟ شاو دیگه معلومات ما هم نداریم دیگه. این کباب ترشه. کباب ترش بیشک.